عصبانیت قدرت نیست. عصبانیت اعتراف به ضعفه. ضعفی که لباس هیولا پوشیده. فکر میکنید داد زدن یعنی تسلط؟ نه. داد زدن یعنی یکی کلید ذهنت رو پیدا کرده و باهاش بازی میکنه. یعنی تو دیگه فرمانده نیستی، سربازی. سربازی که با احساساتش هل داده میشه جلو. اگه میخوای توی این دنیا مثل پادشاه ها زنده بمونی، نه مثل برده ها، باید یاد بگیری یخ باشی، سنگ باشی. کسی که نه توهین، نه تحقیر، نه بی احترامی حتی 1 میلیمتر تکونش نمیده. توی این حرفا قرار راز قدرت مطلق رو بشنوی. همون چیزی که ماکیاولی قرنها پیش فهمید. آماده ای دیگه هیچ کس نتونه با اعصابت ور بره؟ پس این ویدیو را تا آخر ون نکن تا دیگر هیچ وقت مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیری. قبل از شروع اگر تا آخر با من همراه بودی یادت نره ویدیو را لایک و نظر شخصی خودتون را هم با من شریک بسازید. فکر میکنی وقتی صداتو میبری بالا، مشتتو گره میکنی یا از کوره در میری، داری نشون میدی کی رئیسه؟ بذار رک بگم. دقیقاً همون لحظه باختی. این یعنی یکی دکمه عصبت رو پیدا کرده و فشار داده. یعنی ذهنت واکنش نشون داده، نه محاسبه. یعنی ایگوت شکننده است، شیشه‌ایه، نه ضد گلوله. توی منطق سرد ماکیاولی، آدمی که عصبانی میشه همون لحظه بازی رو میبازه. چرا؟ چون عصبانیت قابل پیش بینیه و هرچی قابل پیش بینی باشه قابل کنترله. هیچ وقت نذار کسی بفهمه با چی میلرزی. شاید از تو باهوشتر نباشن، شاید پولدارتر نباشن، ولی همیشه دارن تستت میکنن، بی احترامی میکنن، نادیدت میگیرن، کارت رو لنگ میذارن، فقط برای اینکه ببینن میتونن کنترلت کنن یا نه. چون اگه بتونن ماشه اعصابت رو بکشن، مارکش میشن. تاریخ رو نگاه کن. فرمانروایان بزرگ با شمشیر دشمن سقوط نکردن، با دهان خودشون سقوط کردن. با خشم، با واکنش، با عجله. زود حرف زدن، زود تنبیه کردن، به جای مغز با احساس تصمیم گرفتن. تو نباید توی این باطلاق فرو بری. عصبانیت یعنی لو دادن خودت، یعنی اعتراف به ترس، ناامنی و تشنگی برای تایید. شاید فکر کنی داری از حقت دفاع میکنی، ولی در واقع داری به دشمن نشون میدی که حرفش بهت نفوذ کرده. آدمی که تحریک نمیشه همونیه که همه ازش میترسن. اما کسی که همیشه جواب میده عروسک خیمه شب بازیه. قضیه ساده است. وقتی عصبانی میشی حرکت بعدیت معلومه. وقتی حرکتت معلوم باشه ضربه پذیری. واسه همینه که سیاستمدارها و آدمای خطرناک قاطی نمی کنن. اونا صبر میکنن، نقشه میکشن، میذارن بقیه توی خشم خودشون نابود بشن، ولی خودشون سرد، حساب شده و بیره میمونن. آخرین باری که جوش آوردی چی شد؟ مشکل حل شد یا فقط قدرتتو دادی دست طرف مقابل؟ کسی که یاد بگیره ترمز احساساتشو بکشه ضد ضربه میشه. از وسط بی احترامی رد میشه انگار باد خورده. حتی وقتی دور و برش آشوبه آرومه و این آرامش بیشتر از هر فریادی بقیه رو میسوزونه. اونا انتظار دارن بشکنی، نشکن. انتظار دارن داد بزنی، ساکت بمون. انتظار دارن واکنش نشون بدی، فقط نگاه کن، تحلیل کن. این قدرته. انضباطی که نذاره کسی وارد ذهنت بشه.
وقتی عصبانی نمیشی، لذتی که دشمن میخواست رو ازش میگیری. تشنه نگهش میداری. قدرتشو از ریشه قطع میکنی. حقیقت عمیق‌تر اینه: وقتی عصبانی نمیشی، شفاف میبینی. خشم مثل مه. استراتژی رو کور میکنه. قضاوت رو فاسد میکنه. اما آدم خونسرد کل صفحه شطرنج رو میبینه وقتی بقیه دارن مهره پرت میکنن. ذهنت رو تمرین بده. بفهم چی تحریکت میکنه. بعد اون دکمه ها رو از کار بنداز. ذهنت رو بکن قلعه، جایی که هیچ کس اجازه ورود نداره. ایگوت رو نامرئی کن. احساساتت رو خصوصی نگه دار. چون قدرت مال کسیه که بدون بالا بردن صدا اتاق رو کنترل کنه. کسی که وقتی بهش توهین میشه لبخند میزنه. وقتی تحریک میشه صبر میکنه. و وقتی ضربه میزنه از روی خشم نیست، از روی زمانبندی دقیقه. این چیزیه که ازش وحشت دارن. آدمی که پلک نمیزنه، قاطی نمیکنه، عصبانی نمیشه. چون اونقدر خطرناکه که انرژیشو پای مزخرفات نمیریزه. آزادی واقعی: یاد بگیر اهمیت ندی. نه از سر ضعف، از سر بی‌تفاوتی استراتژیک. همون چیزی که آدمای سوء استفاده‌گر رو میترسونه. چون هیچ چیز خطرناکتر از آدمی نیست که براش مهم نباشی. بیشتر آدمها از توجه تو تغذیه میکنن. زالوهایی که بدون واکنش تو میمیرن. فحش بدن، نادیده بگیرن، تعریف کنن. فرقی نداره. همش برای اینه که توی ذهنت جا باز کنن. لحظه‌ای که این فضا رو بدی، باختی. ناراحتی تو یعنی اونا مهمن. واکنش تو یعنی توی سرت جا دارن. خشم تو جام قهرمانی روی تاقچشون. اون جام رو بهشون نده. هیچی نده. ماکیاولی میگه انرژی تو برای پایین تر از خودت هدر نده. خیلی چیزایی که اذیتت میکنن هم سطحت نیستن. تیکه ها، رفتار بچگانه، اینا طعمه است برای کشیدنت پایین. تو باید حاکم احساسات خودت باشی. بی‌تفاوتی بزرگترین تنبیهه. انتقام میخوای؟ نادیده بگیر. احترام میخوای؟ پلک هم نزن. وقتی بفهمن نمیتونن تکونت بدن، ناخودآگاه عقب میکشن. این قانون برای همه است. دوست، فامیل، همکار، هر کی که بخواد با احساست بازی کنه. وقتی بفهمن آرامش تو خط قرمزه، با احتیاط برخورد میکنن. توجهت رو مفت نده. پادشاه‌ها اینجوری حکومت میکنن. جنگجوها اینجوری قبل نبرد آرومن. آدمای با سیاست اینجوری زنده میمونن. واکنش نشون نمیدن. مشاهده میکنن. فقط وقتی حرکت میکنن که مهمه. نه برای اثبات، برای تسلط. کسی که براش مهم نیست 2 بار برنده است. زجر نمیکشه. کنترلشو هم از دست نمیده. وقتی حضورت رو میگیری، یه خلأ میسازی. خلأی که از هر فحشی دردناکتره. مردم منتظر تلافیان، عاشق درگیریان. ولی وقتی سکوت میکنی، اوج رو ازشون میگیری. و جاش چی میاد؟ ترس خودشون، شک خودشون، عذاب وجدان خودشون. خطرناکترین حرکتیه که انتظارشون ندارن. سکوت مجبورشون میکنه فکر کنن، به خودشون شک کنن. عقب نشینی سرد زیباست. بدون هشدار، بدون توضیح،
ناپدید میشی با قدرت. مردم تحمل نبودن رو ندارن. دنیا معتاد سر و صداست، ولی ذهن باهوش تحتی میاره، حذف میکنه. کنترل همینه. بحث با نادون یعنی صعود. توضیح دادن به بی احترامی یعنی مشروعیت. حذف کامل یعنی حکم نهایی. شما لایق زمان من نیستید. این تنبیهیه که ایگو رو خرد میکنه. سکوت ضعف نیست، سلاحه، تیغ تمیز. عصبانیت خاکستر میشه، سکوت یخ میزنه و قدرت حفظ میکنه. سعی میکنن برگردوننت با عذرخواهی الکی، با تهمت، با احساس گناه. نیفت. اگه برگشتی فقط وقتی که نبودنت درس داده باشه. گاهی بهترین درس اینه که هیچ وقت بر نگردی. بعضیا لایق پاک شدنن. تو بدهکار واکنش نیستی. سکوتت میگه قدرت دست کیه. وقتی ذهنت آروم و احساست سرد باشه، نه فقط تو بحث، تو زندگی بردی. انتقام نمیخوای، تماشاچی نمیخوای، تایید نمیخوای. سکوت کافیه. بذار حرف بزنن، حدس بزنن، توی خلأ بسوزن. این ضعف نیست، جنگه، تنبیه مطلق. نمیتونی زندگیتو کنترل کنی تا وقتی ذهنتو کنترل نکردی. احساسات دروازه نفوذن. خشم، کلافگی، حسادت نشونه ضعفن. آدم احساسی راحت طمع میشه. آدم با سیاست ذهنشو قلعه میکنه. احساس داره ولی فرمان نمیده. سوالش این نیست الان چه حسی دارم، اینه که چی بهم برتری میده. اگه خشم کور میکنه بکش. بی احساس بودن مردن نیست، زنده بودن در چیزای مهمه. منطق، زمانبندی، محاسبه. گریه نمی کنی، می سازی. این ذهنیت فاتحه. ذهن قلعه‌ای هر روز ساخته میشه. واکنش هات رو کالبد شکافی کن. صبر کن. زمان قاتل احساساته. منطق سپره. مأموریت رو یادت نره. هیچ آدم کوچیکی ارزش نداره تختتو ول کنی. توقع رو بکش. وابستگی رو حذف کن. وقتی ذهنت قلعه شد، توهین نمی سوزه. خیانت نیش نمی زنه. دشمن خنده داره. تو بالایی. انتخاب می کنی کی حرکت کنی. نه از رنج، از منفعت. میگن سردی باش. یخ خم نمیشه. هرچی بهش بخوره میشکنه. سرد باش. حساب شده، دست نیافتنی. اینجوری رشد میکنی. اینجوری توی ذهنها دست نیافتنی میشی. ذهن قلعه‌ای بزرگترین دفاعه. وقتی ساخته شد، هیچ کس مفت تو سرت زندگی نمیکنه. آخرین درس، ایگو رو بکش. خشم از ایگو میاد، نه حقیقت. لحظه‌ای که باور کنی باید چیزی ثابت کنی، باختی. قدرت واکنش نمیده. بعضی وقتا وانمود میکنه باخته تا در سکوت برنده بشه. باد نامرئی بدون هزینه، سوزنده. فرمول واضحه. ایگو فریاد میزنه. قدرت نگاه میکنه. استراتژی صبر میکنه. بذار فکر کنن بردن، چون معتاد واکنشن. وقتی فقط لبخند بزنی و بری، لهشون کردی. بی صدا. شیر با صدای موش نعره نمیکشه.
پادشاه برای هر شایعه توضیح نمیده. توجه، تایید و سلطه سوخت ایگوه. نده. بذار فکر کنن پیروز شدن، چون وقتی اونا جشن میگیرن تو میسازی، نقشه میکشی، رشد میکنی. اونا لحظه میسوزونن، تو دهه میگیری. وقتی اونا بحث میکنن تو بساز. وقتی نفرت فریاد میزنن بزرگ شو. نیازی به اثبات نیست، نتایج حرف میزنن. این چیزیه که بیشتر از همه متنفرشون میکنه. نه اینکه نجنگیدی، اینکه لایق جنگ دونستنشون نکردی. قدرت اینجاست، بی تفاوتی، رها کردن نیاز به حق داشتن، تمرکز روی شکست ناپذیری. ضعیف ها میخوان شنیده بشن، قوی ها ترجیح میدن ترسناک باشن. بذار حرف بزنن، تو بساز. بذار بخندن، تو ناپدید شو و جوری برگرد که کابوسشون بشه. انتقام نهایی اینه که تو شکوفاشی و اونا بپوسن. پیروزی بدون جنگ. اگه کسی خواست بکشتت تو درام، نجنگ. جیغ نزن، اصلاح نکن، تکون نخور. بذار با توهم پیروزی برقصد. تو توی سایه امپراتوری بساز. از ایگو جدا شو تا دست نیافتنیشی. اگه قدرت رو حس کردی، نگهش دار. این انگیزه نیست، این روانشناسی جنگه. و توی این دنیا سردترین ذهنها بالاترین تاجها رو میگیرن.